الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر. الحديث رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان. أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث ما پیرامون خوشبختترین زن دنیا و آخرت هست. شما برادران هر کدام به نمایندگی خواهر و مادر و همسر اینجا نشسته هستید و خواهرانی که صدای مرا میشنوند که آنها هم به عنوان داعی و دعوتگر باید این پیام را برای دیگر خواهران برسانند. خوشبختترین زن کدام زن هست در دنیا و آخرت؟ در کوچه و بازار میبینیم، در محافل و مجالس، از محافل و مجالس میشنویم خواهران امروز عزت را با لباسهای رنگارنگ میبینن. هر زنی که لباسهای رنگارنگی داشت، خانه مجلل داشت و شوهرش سرمایه‌دار بود و موتر و وسایل و اسباب زندگیش فراهم بود، این را میگن زن خوشبخت. ولی خوشبختی دنیا و آخرت جای دیگر هست. آیه‌ای که تلاوت شد، الله سبحانه و تعالی زندگی یک زن خوشبخت را برای من و شما بیان می کند و احادیثی که روایت شد، رسول معظم اسلام زنان خوشبخت را برای ما معرفی می کنند. موضوع امروزی خیلی مهم است سروران عزیز و بزرگوار. باید من و شما به فکر این باشیم که زنان جامعه اسلامی خوشبخت باشند و خواهران هم به فکر خوشبختی خود باشند. خوشبختی این نیست که
دختر ما به دست یک سرمایه‌دار بیفتد. خوشبختی این نیست که چند روز دنیای فانی دختر ما در عیش و نوش و استراحت و زرق برق دنیا عمر خود را سپری کند. این خوشبختی نیست. انسان باید به فکر خوشبختی ابدی باشد. بنااً رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از آنها پرسان شد، قیل گفته شد لرسول الله صلی الله علیه و سلم ای النساء خیر، کدام یک از زنها بهتر هستند و خوشبخت هستند و سعادتمند هستند و دارای تعالی و ترقی هستند و زندگی با آرامش دارند؟ کدام یک از زنها؟ قال التي تسره اذا نظر، زن خوشبخت هست که زمانی که شوهرش طرفش نگاه کند خوشش بیاید، از هر لحاظ، نه تنها مسئله ظاهری که زن برود خود را خوب آرایش کند و در ظاهرا آراسته و نمایت و بیاید و شوهر نگاه کند. اگر شوهر دینداری باشد تنها به آرایش زن خوشش نمی آید. اگر مرد هوسبازی بود و مرد بلهوسی بود و مرد هر لحظه فکرهای مختلفی داشت، شاید لحظات با آرایش ظاهری زن فریب بخورد و خوشش بیاید. اما مرد دیندار چی وقت زن خیش را ببیند و خوشش می آید؟ درست است با آرایش، اما لحظه‌ای که زنش بر سر نماز استاده بود و مردش نگاه کند خوشش می آید. وقتی او را متوجه شد که با حجاب اسلامی زندگی می کند، مرد دیندار خوشش می آید و لذت می برد و خدا را شکر می گوید. پس رسول معظم اسلام می فرمایند خوشبخترین زن زنی هست که شوهرش طرفش نگاه کند و لذت ببرد و احساس آرامش کند. لذت در دنیا از کار حرام، سروران عزیز و بزرگوار، هر لذتی که از کار حرام باشد، هر لذتی که از کار حرام باشد، زنهایی که بی‌حجابی میکنن و از بی‌حجابی خود لذت میبرن و زنهایی که نافرمانی شوهر میکنن و زنانی که خلاصه بین جامعه بیبندوباری را به وجود می آورند، بی‌حجابی بیبندوباری هست، بداخلاقی بیبندوباری هست، بی‌توجهی به شوهر بیبندوباری هست. بعداً لذت بردن از کار حرام بعد از اینکه سپری بشود، بعداً به ندامت و به حسرت و به پشیمانی و به عذاب تبدیل می شود. امروز اگر زن بی‌حجابی کند، فردا تبدیل به چی می شود؟ به ندامت و پشیمانی و عذاب. اگر در دنیا توبه نصیبش نشد، او ندامت و پشیمانی هم به صحرای محشر برایش سود نمی بخشد. پس صحبت ما بیشتر که مخاطب هستند خواهرانند و شما برادران که به عنوان نماینده خواهران نشسته هستید متوجه باشید. خواهرم تو خدا را به عنوان پروردگار قبول کردی، به عنوان پروردگار قبول کردی و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان پیامبر قبول کردی و دین اسلام را و یا دین را تو با کاملیت قبول کردی و قرآن را به عنوان کتاب حمید و مجیدی که
در او هیچ شک و تردیدی نیست، با او ایمان آوردی. حالا متوجه باش که از تو خدا و پیامبر و اسلام و قرآن چی میخواهد و تو از اینها چی میخواهید. بحث من که روی این موضوع هست، امروز خواهران ما خوشبختی را به این فکر میکنن که به هر محفل و مجلس رفتی یک دست لباست نو بپوش. این عزت زنهای امروزی شده، به هر مجلس یک دست لباس جدید بپوش. قبل از ظهر در محفل خود را آرایش کن و بعد از ظهر آرایش کن. و خلاصه یک دست لباس بعضی ها تا حتی افراط میکنن، جوان ها میآین این قصه ها را دارن، دست لباس قبل از ظهر بپوش و دست لباس بعد از ظهر بپوش، یعنی به یک روز محفل و مجلس دو دست لباس بپوش و عوض کن. این را خواهر مسلمان به عنوان عزت و آبرو امروز میداند. تو برادر مسئولیت داری که او را متوجه نمیسازی. تو مرد مسئولیت داری که او لباس را برایش فراهم میکنی. لباس برایش فراهم میشه، آرایش برایش فراهم میشه، ولی چرا دین و مسائل دین و احکام شرعی را برایش فراهم نمی کنی؟ مسئولیت عمده و بزرگ بر دوش تو مرد مسلمان هست. پس این را میگویم خواهرم، تو اینها را قبول کردی، تو خواهر مسلمان الله را به یگانگی قبول کردی، به عنوان پروردگار خیش قبول کردی، رسول الله را به عنوان پیامبر قبول کردی و دین اسلام را به عنوان دین قبول کردی و قرآن را هم قبول داری که هیچ شک و تردیدی در قرآن نیست. پس بی‌حجابی یعنی چی؟ بی‌تفاوتی در مقابل شوهر یعنی چی؟ در حالت عجیب و غریب به محافل و مجالس حضور پیدا کردن یعنی چی؟ تو را الله از این موضوعات منع کرده خواهر مسلمان. بناهن باید که متوجه باشند خواهران، خداوند زن مؤمنه و شایسته را تعریف و توصیف کرده است. زن جایگاه دارد، عزت دارد، آبرو دارد. بیشتر که این موضوع را امروز انتخاب کردم، من بسیار کم به بازار گشت و گذار می کنم، بیشتر وقت داخل دارالعلوم و مدرسه و اینها قرار دارم. دیروز جایی از دوستا رفته بودیم، بازار را یک گشت کردم، متوجه شدم که سبحان الله خواهران آیسته آیسته به سمت و سوی بی‌حجابی می روند. حالا حجاب، خواهر مطمئنه که من حجاب دارم. باور کنید که چادری که خواهران می پوشن او چادر بی‌حجابی هست. چادری که 200 رقم رنگ و گل و بته داشته باشد، چادری که وقتی که به آفتاب برابر بشه جل بل و زرق و برق داشته باشد و گرگان درنده را از دور خلاصه دندانهایشان را به سویش تیز بگرداند، این چادر حجاب نیست. هر کدام من و شما باید متوجه باشیم. و قضیه دیگر، بسیاری از خواهران امروز وقتی بیرون میشن به کوچه و بازار چادر یا چادر نماز پوشیدن ولی رویشان باز هست. ما یک بحث عورت داریم، یک بحث حجابی. مسئله پوشیدن رود قضیه حجاب هست. این که قرآن میگه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، رور بپوش، ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. خواهر مسلمان امروز متوجه نمی شود، احساس می کند که با حجاب بیرون شده. هر زنی که رویش معلوم بشه در بازار و کوچه، این زن بی حجاب هست. این نافرمانی الله را کرده است، این نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را کرده است. پس هر کدام ما مسئولیت داریم. باید به هر طریقی که می شود خواهر باید روبند داشته باشد و رو را بپوشد.
پس زنی که رویش لخت باشه و به کوچه و بازار روان بشه، این نمیتواند از جمله زنان خوشبخت دنیا و آخرت بشود. مسئله رو خیلی مهم است سروران عزیز. وقتی با خواستگاری دختر ما می آین و ما به خواستگاری دختر کسی می رویم، وقتی که با جوان قصه می کنن که رفتیم به خواستگاری دختر فلانی، خب می آین به جوان که به شرایط امروزی از ابرو و چشم و بینی و اینها قصه می کنن، از رویش قصه می کنن. امروز دختران مسلمان، دختر مسلمان، ناموس مسلمان جایگاهی برای خود نگذاشته که بیاین به خانه از او خواستگاری کنن. خیلی جوانها امروز به کوچه میبینن که ها فلانه دختر را دوست دارم یا دوست ندارم. پس خواهر باید به فکر خوشبختی خود باشد، به فکر این باشد که بیاین او را جستجو کنن، تحقیق کنن که این زیبا است، این جمیل هست، این چگونه قد و قیافه دارد. حالا مسئله قد و قیافه که امروز در رفتن مکاتب و اینا، اما همان قدر بگذار که چشم و ابروی تو را خبر ببرن، ولی تو خود را بی عزت رو را برهنه گذاشتن و از این طرف و از این مکتب به این مکتب، از این کورس به این کورس و بالاخره از این جاده به این جاده، از این دکان به این دکان، خودت هستی که عزت خود را زیر پا میکنی. باور کنید سروران عزیز و بزرگوار، ذره کسی ایمان داشته باشد و غیرت داشته باشد، ایمانش و غیرتش به جوش می آید. به خدا قسم طوری که نمیخواهم که خواهر حقیقی مرا کسی ببیند، من خواهری که به کوچه و بازار میبینم او را عیناً خواهر حقیقی خود فکر میکنم. اگر خواهر مسلمان بی حجاب می شود برای من و تو عیب هست، اگر دختر همسایه من و تو بی حجاب می شود برای من و تو عیب هست. تنها احساس نکنیم که فامیل خود ما با حجاب هست، روبند دارن، باید تک تک ما به این قضیه متوجه باشیم. چرا؟ چون خواهر مسلمان نمیداند. باور کنید وقتی بداند و بفهمد و ارزش خود و قیمت خود را بداند و ارزش حجاب و روبن را و خوشبختی دنیا و آخرت خود را بداند، هیچ وقت روی برهنه از خانه بیرون نمی شود. آیه قرآن اشاره می کند، زن مؤمنه و شایسته را توصیف می کند. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. در سوره تحریم آیه 11 الله سبحانه و تعالی تعریف و توصیف زن مؤمنه و شایسته را می نماید. از آغوش فرعون، از قصری که در آن ظلم و استبداد بود، از خانه که در آن خانه حضرت آسیه زندگی می کرد، از آنجا چی ندایی را بلند می کند؟ حضرت آسیه همسر فرعون هست. فرعون کسی بود که می گفت انا ربکم الاعلی. ظلم فرعون، ستم فرعون، حکمت استبدادی فرعون، از خانه‌ای که ندای اقتلو اقتلو هر لحظه بلند میشد که بکشید و بکشید، از آغوش فرعون ندای بلند می شود لا اله الا الله موسی کلیم الله. در وقت زمان حضرت موسی علیه السلام آسیه این ندا را بلند می کند. آسیه از آغوش فرعون با حجاب می شود، دیندار می شود، خداجو می شود و خوشبختی دنیا و آخرت را برای خود به دست می آورد. ولی امروز دختر مسلمان از آغوش مسلمان بی حجاب می شود، دختر مسلمان از خانواده مسلمان بی حجاب می شود، دختر مسلمان از آغوش گرم مسلمان به سوی بی حجابی می رود. ولی آسیه برای زنان دنیا و مؤمنین
دنیا تا به قیام قیامت برای همه اسوه هست و الگو هست. فرعون آسیه را صدا می کند که تو همسر من هستی، تو کسی هستی که شریک زندگی من هستی، من همه انسان ها را مجبور می کنم که مرا به عنوان خدایی قبول کنن، ولی تو مرا نمی پذیری به عنوان خدا. برای تو همه امکانات را فراهم می سازم. آسیه لذت را رها می کند، لذت دنیا را. آسیه کاخ دنیا را رها می کند، آسیه راحتی دنیا را رها می کند. به خاطر چی؟ چون آسیه می داند که لذت حرام بعدا ندامت و حسرت و پشیمانی و عذاب دارد. آسیه به سرحدی می رسد که بارها و بارها تکرار کردیم که بسیار به شکنجه سخت فرعون او را شهید می کند. آسیه چگونه شهید می شود؟ آسیه به خاطر دین الله، آسیه به خاطر که زن خوشبخت دنیا و آخرت باشد. فرعون او را با میخهای محکم میبندد. با وجود آسیه و به دستان آسیه میخ کوبیده می شود، ولی در لحظات اخیر خود آسیه فریاد میزند رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. ای الله، قصر فرعون را نمیخواهم، ای الله کاخ فرعونی را نمیخواهم، ای الله زرق و برق دنیایی را نمیخواهم، ای الله جوار تو و رحمت تو را میخواهم. این زن برای زنان دنیا، برای زنان مؤمنه اسوه هست، الگو هست. خواهرم بیا نتیجه یک دست لباسی که صبح پوشیدی، یک دست لباسی که رو به بعد از ظهر پوشیدی و روز 2 مرتبه خود را آرایش کردی، بیا نتیجه اش را بگو، نتیجه اش را بیان کن. کجا شد؟ مردم چی گفت؟ تو در دنیا به خاطر خدا زندگی میکنی یا به خاطر چشمی و همچشمی و یا بالاخره رقابت کردن با یک دختر فیلم و دختر اروپایی و اینها؟ تو بیا نگاه کن که اسوه و الگوی تو کی هست؟ خواهر مسلمان، اسوه و الگوی تو خواهر مسلمان حضرت آسیه هست. اسوه و الگوی تو خواهر مسلمان حضرت فاطمه الزهرا هست. از این آیه مبارکه چی درس میگیریم سروران عزیز؟ خواهر مسلمان چی درس میگیره از این آیه؟ و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. و بعد چی میگه؟ و نجنی من فرعون و عمله. ای الله مر نجات بدی از دست فرعون، از اعمال فرعون. و نجنی من القوم الظالمین. ای الله مرا نجات بدی از دست قوم ظالم. این آیه برای ما و برای خواهران مسلمان این پیام را میرساند: زن میتواند الگوی مردان در تاریخ شود، زن میتواند الگوی شایسته برای مردان در تاریخ باشد. آسیه درس شجاعت و غیرت و مردانگی نه تنها برای زنها بلکه برای مردان مؤمن و مسلمان داد. دوم، محیط زده نبود آسیه. خیلی جالبه که امروز میگه اگر مای نشی رسوا همرنگ جماعت باش. آسیه محیط زده نبود. محیط آسیه میدانیم که خانه‌ای که زندگی میکرد خانه ظلم و فساد و استبداد بوده، ولی حضرت آسیه چگونه محیط زده نبود و جامعه شخصیت او را نساخته بود، جامعه آسیه را نساخته بود، بلکه او با منطق در برابر رژیم فاسد استادگی کرد. اگر جامعه با تو نمی سازد تو با او بساز. آسیه با جامعه‌ای که زندگی میکرد نساخت. اگر مایی که رسوا نشی همرنگ جماعت باش.
چقدر حرفای اشتباهی. آسیه همرنگ جماعت زمان خود نشد، رسوا هم نگردید، نامش در قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنیا و از آسمان دنیا به وسیله جبرئیل بر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل گردید و تا به قام قیامت هر کس که قرآن بخوانه نام آسیه را باید به زبان بیاورد. این افتخار آسیه هست. حرفهایی که اگر مایی نشی رسوا هم رنگ جماعت باش، آسیه هم رنگ جماعت نشد، عزتم پیدا کرد، یک دست صدا ندارد. چقدر حرف اشتباهی. نمی شود با تنهایی ما، یک دست صدا نداره. آسیه یک دست بود، صدایش به ملأ الاعلا رسید و تا به قام قیامت صدای آسیه در دنیاست و ندای آسیه برای زنان مؤمن این پیام را میرساند. یک دست بود، تنها آسیه بود. این حرفهای دشمن هست که نمی شود، یک دست صدا نداره، بالآخر با یک گل بهار نمی شود. آسیه یک گل بود، بهارها ساخت حضرت آسیه. سوم زرق و برق زده نبود حضرت آسیه. با آسیه چی آماده نبود سروران؟ طلا اگر میخواست، فرعون میگو برای تو قصری میسازم که یک خشتش طلا باشه، یکی نقطه. طلا اگر میخواست، ارتش میخواست، بلند بالا مینشست، تمام میشد. ولی حضرت آسیه زرق و برق زده نبود، بر تمام مظاهر دنیا پشت کرد، همه پشت سر گذاشت، فقط گفت ای الله تو راضی باش، ای الله جوار تو را میخواهم، ای الله رضایت تو را میخواهم، ای الله رحمت تو را میخواهم. امروز زنها عزت را فکر میکنن که طلا هست. طلا چیست؟ دینداری زن مسلمان طلا هست. زن که دین داشت سر تا پایش طلا هست. زن که با اخلاق بود اخلاقش زیور است، زیور. زنی که با ادب بود سرمایه دار هست. کسی که دین نداشت این طلای ظاهری برایش فایده نمی بخشد. کسی که اخلاق نداشت این زیورالات ظاهری که هر قدر خود را بیارایه فایده ندارد. و زنی که از ادب به دور بود او اصلا سرمایه ندارد. بزرگترین سرمایه خود را که ادب هست و حیا هست از دست داده هست. سروران عزیز و بزرگوار، بناهن خواهر مسلمان، حضرت آسیه برای تو بزرگترین الگو و اسوه هست و حضرت فاطمه الزهرا خیر النساء اهل الجنه برای زنان امت محمد رسول الله بهترین اسوه هست. حضرت فاطمه الزهرا، فاطمه کی هست؟ فاطمه الزهرا خیر النساء اهل الجنه، دختر رحمت للعالمین، سردار دو جهان. کسی که خواهر مسلمان باید فاطمه را برای خود اسوه قرار بدهد، الگو قرار بدهد. روزی حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها در کنار حضرت اسما بنت عمیس یا عمیس قرار میگیرن، با هم دیگر می نشینن، قصه می کنن. ناگه حضرت فاطمه الزهرا شروع می کنن به گریه کردن. برادران هم خوب متوجه باشن و خواهران هم خوب متوجه باشن. حضرت فاطمه الزهرا گریه می کنن. بعد از اینکه لحظات می گذرد حضرت اسما پرسان می کنن که ای فاطمه، ای دختر پیامبر، ای خیر النساء اهل الجنه، چرا اینقدر گریه کردید؟ این گریه شما به خاطر چی بود؟
حضرت فاطمه الزهرا می فرمایند که من یادم آمد که لحظه ای که ملک الموت به بالین من بنشیند و مرا قبض روح کند و بعد از این که مرا بعد از غسل و بعد از کفن بر تابوت بگذارند، در آن لحظه اگر قد و قیافه فاطمه را مردان اجنبی ببیند، به پیشگاه الله چی جواب بدهد؟ مرد اجنبی اگر قد و قیافه دختر پیامبر را ببیند که این چاق است یا لاغر، این چی جواب بدهد؟ فاطمه گریه می کند به خاطر که به تابوت مبادا مرد اجنبی او را ببیند. حضرت اسما میگوید که من در حبشه بودم، زنانی که در حبشه در حالت تکفین و تجهیز قرار داشتن، تابوتهایشان بلند بود و روی تابوتشان را می پوشاندن و اصلا جسد و جسم زن معلوم و نمایان نمی شد. حضرت فاطمه الزهرا تبسم کردن و از حضرت اسما تشکری کردن و جز وصایای خود گفتن ای علی، تابوت من باید چنین باشه که قد و قیافه فاطمه را کسی نبیند. تو خواهر مسلمان یک لحظه فکر کن، مخاطب من تو خواهر مسلمانی، نه خواهری که بگیم که دختر مسیحی یا دختر یهودی یا دختر کمونیست. و امروز در دنیا زنهای زیادی در دنیا زندگی میکنن، زنی هست یهودی هست، زنی هست مسیحی هست، زنی هست کمونیست هست، ولی مخاطب من تو خواهر مسلمان، تو زن مسلمان هستی. تو کسی هستی که به صحرای محشر کنار فاطمه الزهرا استاده میشی، کنار خدیجه الکبری، کنار حضرت آسیه، در کنار حضرت خدیجه الکبری استاده میشی. پس تو متوجه باش. ام سلیم، بحث ما از زنان خوشبخت هست، زنی که آسیه و فاطمه و خدیجه و زینب و عایشه را برای خود الگو قرار بدهد، خوشبخت دنیا و آخرت می شود. ام سلیم همسر ابو طلحه هست، از زنان صدر اسلام هست. اینها می گفتن زنان خوشبخت، زنانی بودن که خوشبختی دنیا و آخرت را انتخاب کرده بودن. ابو طلحه از سفر می آید، شب به خانه می آید. یک روز دو روز قبل از آمدن ابو طلحه، طفل ابو طلحه از دنیا تشریف می برد، فوت می کند و او را دفن می کنند، اما ابو طلحه خبر ندارد. وقتی ابو طلحه می آید به خانه، شب از سفر آمده، این را میگن زن خوشبخت، زن دیندار، زنی که واقعا خوشبختی دنیا و آخرت را انتخاب کرده. وقتی ابو طلحه می آید به خانه، همسرش خود را آراسته می کند و بالاخره غذا آماده می کند. بعد از غذا در روایت می آورد که در این شب ام سلیم با ابو طلحه هم بستر می شود، با شوهر خود. بعد از این که صبح می شود، هر لحظه ابو طلحه پرسان می کند از لحظه ای که آمده فرزندم کجا هست، جگرگوشه هم کجا هست. ولی مادر میگوید که فرزند تو آرام هست، آرام. صبح که می شود میگوید کجاست فرزندم؟ مادر میگوید که اگر کسی، برای همسر میگوید مادر این طفل ام سلیم، برای شوهر میگوید اگر کسی امانتی بیاورد به دست شما تسلیم کند و باز امانت خود را تسلیم شود، آیا شما آزرده میشوید؟ ابو طلحه میگوید نه خیر، آزرده نمیشوم. اینجا زن میگوید خداوند امانتی داده بود و امانت خود را گرفت. ابو طلحه برمیخیزد، حرکت میکند به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله، ام سلیم دیشب چنین کاری و چنین عکس العملی و چنین صبر کرد. رسول معظم اسلام وقتی میشنوند دستان خود را بلند میکنند، در حق ام سلیم دعا میکنند. رسول الله در حق زنان خوشبخت دعا میکنند.
پس بناهن اگر زنان امروزی میخوان خوشبخت دنیا و آخرت شوند، باید زنان صدر اسلام همچو ام سلیم را برای خود اسوه و الگو قرار بدهند. سروران عزیز و بزرگوار، سریعتر میگذاریم، وقت رو به اتمام هست. افتخارات زن چیست؟ افتخارات زن مسلمان خیلی افتخارات دارد. اول این که بزرگترین افتخار برای زن مسلمان این که زن به عنوان انسان از ابتدا تا انتها او را دین معرفی کرده است. به این واسطه اشاره می کنم که امروز تبلیغات اروپا و غربی ها بر سر زنان مسلمان و زنان مسلمان هم متوجه نمی شوند. فکر می کنن خوشبختی همین است که رو را برهنه کنن، خوشبختی این است که بالاخره دراشی و اینها لباس کوتاه بپوشن، خوشبختی این است که هر روز رختای لباسهای رنگارنگ بپوشن. این را زنها فکر می کنن خوشبختی هست. بناهن در اروپا و در غرب و در فرانسه چند صد سال پیش می نشینن میگن آیا زن حیوان است و یا انسان؟ ولی دین، اسلام، قرآن زن را از ابتدا تا انتها او را انسان معرفی کرده، او را پیکر جامعه معرفی کرده و او را به عنوان دوست خوانده. الله سبحانه و تعالی می فرماید چی بسا مردان مؤمن و زنان مؤمنی هستند که الله آنها را دوست دارد. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. میبینیم زن و مرد را دوشا دوش کنار همدیگر یاد میکند. این عزت و این افتخار بزرگترین افتخار هست. دوم افتخار دیگر این که تو خواهر مسلمان هستی. بیشتر اشاره کردم که امروز دل ما باید به زن یهودی بسوزه. زنی که مسلمان نیست دل ما باید به او بسوزه که آتش جهنم فردا دامنگیرش هست. ولی تو مسلمان، تو زن مسلمان، نعمت عظیم و بزرگ دین و اسلام و قرآن نصیب تو شده. قدر این نعمت ها را بدان و با قرآن و حدیث عامل باش. سوم افتخار دیگر برای زن مسلمان که زن مسلمان بیمه هست. چگونه بیمه هست؟ زن تا زمانی که به خانه پدر هست کل مصارفش به دوش پدر هست. وقتی به خانه شوهر می رود تمام مصارف از خوراک و پوشاک و لباس و همه بالاخره همه به دوش پدر و شوهر هست. پس این عزت کی داده برای تو خواهر مسلمان؟ این افتخار است برای تو که تو در دنیا بیمه شده هستی، هیچ مصرف نداری. اگر شوهر تو آرایش میخواد باید برای تو تهیه کند. اگر شوهر تو میخواد که تو لباسهای زیبایی داشته باشی باید برای تو تهیه کند. و اگر شوهر تو سرمایه دار بود برای تو نفقه فقیرانه داد، شوهر تو مسئولیت داره به پیشگاه الله، مسئول هست. و اگر فقیر هم رفت برای همسر خود مصرف شاهانه کرد، این مسئولیت داره. هر کس به اندازه توان، لینفق ذو سعت من سعته، هر کس به اندازه توان باید برای همسر خود و زیر دستان خود مصرف کند. این بزرگترین افتخار هست برای زن مسلمان. به تمام دنیا امروز غیر از کشور اسلامی و قانون اسلام هیچ قانونی چنین قانونی نیست که باید مرد تمام مصارف زن را بپردازه. زنها در اروپا خود اینا کار میکنن، حمالی میکنن و بالاخره سرک جارو میکنن. همه برنامه های مشقت را زنها دوشا دوش مردان دارن چون باید که خرج خود را پیدا کنه. ولی دین، اسلام، قرآن تو زن مسلمان را بیمه کرده. تو زن مسلمان را چون در در صدف گذاشته. به این است که افتخار برای زنها که اونها بیمه هستند. چهارم افتخار دیگر همیشه دارای خادم و محافظ هستند. اینها را به این واسطه بیان میکنم که امروز زنها خیلی بی‌توجه شدن نسبت به دین. یک نفر خادم داره، محافظ داره، میگن خیلی آدم عجیبی، خادمم داره محافظم.
هر زن مسلمان خادم و محافظ داره. پدر، شوهر، برادر، کاکا، ماما، اینها محافظ زن هستند، از زن حفاظت میکنن و دیگر چی خادمن. تا زمانی که دختر به خانه پدر خادمش هست، برایش خدمت میکنه. تا زمانی که به خانه شوهر میآید، شوهر برایش خادم هست. تمام مردان مسلمان همه خادم زنها هستند. اما امروز بدبختانه که زنها متوجه نمیشوند، ادعا میکنن که حقوق ما پایمال شده. عجبه، این ادعا مگر مردها میکردن؟ مرد هم محافظ زن هست، هم خادم زن هست. اگر موسفیده، اگر معلمه، اگر تاجره، اگر دکانداره، اگر حماله، اگر بازاریه، از صبح تا شام بیرون میشه تا این که نفقه اهل و عیال رو به دست بیاره. این خادم هست. ولی بدبختانه زنها امروز متوجه نه، ما خادم نماییم، خود ما میریم خادم میشیم. ما محافظ نماییم، خود ما میریم محافظ میشیم. خیلی جالبه. پس به این از سروران عزت خواهرای امروز فراموش کردن. هر جا بزرگی هست، رئیس جمهور خودش مترونی نمی کنه، وزرا مترونی نمی کنن، وزیر که هست، والی هست، قماندان هست، یک بزرگ هست، متروان داره. هر زنی که شوهر داره، پدر داره، برادر داره، حتما یکی را که داره، یا پدر یا شوهر یا برادر یا کاکا یا ماما، اینها برایش متروان هستن. اما امروز زن میگه نه، خود من میخوام متروان باشم، متروانی باشم. زنها امروز متروانی میکنن، این عزت را گذاشتن، اما بیامدن این یک نوع ذلت را انتخاب کردن. پس این از سروران عزیز و بزرگوار، ما وظیفه و مسئولیت داریم که خواهران مسلمان خود را متوجه بسازیم. افتخار دیگر این است که حدیثی که در اول تلاوت شد این است که هر زن خوشبخت چی کسی است؟ هر زنی که اطاعت از شوهر بنماید، به شرطی که مخالف شرع نباشد، اطاعت از شوهر بنماید و 5 وقت نماز خود را بخواند، به صحرای محشر 8 دروازه بهشت صدا می کند که بیا این افتخار را نصیب من کن و وارد بهشت شد. چی نعمت عظیمی بزرگ سروران عزیز و بزرگوار که بهشت برای زنان خوشبخت. او هم چی خوشبختی، چقدر مکلفیت به دوش زن گذاشته. اطاعت از شوهر کن، 5 وقت نماز بخوان، احکام دین را متوجه شو، به صحرای محشر از هر دروازه‌ای که دوست داری وارد بهشت شو. تو برو به بهشت، ولی شوهر تو باید جواب بده که این پول را از کجا پیدا کرده. تو برو بهشت، برادر تو باید جواب بده. تو برو بهشت، پدر تو باید جواب بده که این نانی که برای تو آماده کرده از کجا آورده. تو مسئولیت نداری، تو برو به بهشت. این نعمت عظیم و بزرگ، این افتخار به کجا پیدا می شود؟ خلاصه سروران عزیز و بزرگوار، زنان خوشبخت کدام زنها هستند؟ اول به طور خلاصه و فشرده، زنی که مسلمان و مؤمن باشد. دوم محجبه باشد، با حجاب باشد. حجاب هم گفتیم که چادرهای بسیاری از چادرهای امروزی و چادر نمازهای امروزی اینا حجاب نیست، اینا بی حجابی هست. حجاب همونه که کسی متوجه نشه. این چادر زرق و برقداری که میپوشی رنگ برنگی، این حجاب نیست. پس خوشبخترین زنی هست که محجبه باشد، با حجاب باشد. سوم عفیفه و با عفت و پاک دامن باشد. سوم شاکر باشد، به هر سویه و به هر جایگاه و به هر خانواده‌ای که هست، به هر فامیلی که قرار گرفته شاکر باشه، اگر نعمت برایش آمده شکر کنه. چهارم صابر باشد، اگر مشکلاتی بر سرش هست صبر کنه. این مشکلات به پایان میرسه، روزی فرحت و خوشحالی و عزت و سرفرازی به سراغش میآید.
پنجم صابر باشد، ششم ذاکر باشد، یک لحظه از عمر خود را به غفلت سپری نکند، همیشه به یاد خدا و به ذکر الله باشد، هفتم با اخلاق باشد، هشتم با ادب باشد، نهم مطیع و فرمانبردار شوهر باشد، دهم حافظ به خانه و زندگی شوهر باشد، محافظ خوبی باشد. این 10 شرط می شود زن خوشبخت دنیا و آخرت. الله سبحانه و تعالی همه خواهران مسلمان ما را خوشبخت دنیا و آخرت بگرداند. در اخیر یک توصیه برای خواهران دارم، خصوصا خواهرانی که تحصیل کردن، خواهرانی که در تحصیل مصروف تحصیل هستند. این توصیه را می کنم که خواهر مسلمان مطالعه داشته باش، وضعیت زنان را در غرب و اروپا مطالعه کن. کمی الان به دوران جاهلیت بحثی نداریم، همین الان مطالعه کن که زنها در اروپا چی وضعیتی دارن، زنها در غرب چی وضعیتی دارن. این توصیه من برای تو خواهر مسلمان هست که تحقیق کن و مطالعه کن. بعد از تحقیق و مطالعه داشته باش که اسلام چی عزتی برای زنها داده و زنانی که در کشورهای اسلامی هستند دارای چی عزتی هستند. این یک مطالعه داشته باش، بعد معلوم می شود که و قدر دین و اسلام و قرآن برای تو نمایان می شود. این سروران عزیز و بزرگوار، امروز دشمن از دریچه وارد شده که زنان مسلمان را به بی‌حجابی بکشاند، زنان مسلمان را به بی‌عزتی و بی‌عفتی بکشاند و خلاصه چادر خیر النساء اهل الجنه که چادر فاطمه الزهرا بر سر ناموس مسلمان ها گذاشته است، دشمن امروز میخواد او را بردارد. دشمن خوب میدانه الام مدرستون، مادر مدرسه هست. اگر این مدرسه ویران شد طالب اینجا نمیمانه، اگر مکتب ویران شد دیگر شاگردی نیست. اگر مکتب ما درست و صحیح فعال بود شاگردان فعال تربیه می شود. الام مدرستون، مادر مدرسه هست. پس بناهن این متوجه باشیم که اگر زن در جامعه فاسد شد جامعه را فاسد می کند، اگر زن در جامعه صالح شد جامعه صالح میگرداند. بناهن هر کدام من و شما وظیفه داریم، مسئولیت داریم که خواهران مسلمان خود را متوجه بسازیم. باز هم در اخیر اشاره می کنم، خواهر مسلمان تو کسی هستی که خدا را به یگانگی شناختی، تو کسی هستی که خدا را به عنوان پروردگار خیش قبول کردی، تو کسی هستی که محمد رسول الله را به عنوان رهبر و آقا و سردار قبول کردی و تو کسی هستی که قرآن را به عنوان کتاب هدایت خیش قبول کردی و به او ایمان آوردی. متوجه باش که فریب دشمن را نخوری، متوجه باش که فریب انسانهای بلهوس را نخوری و متوجه باش که این تبلیغات زهراگین دشمن به نفع تو نیست. این تبلیغاتی که میگن حقوق بشر، حقوق زن و فلان و فلان و فلان، اینها خواهان دوستی برای تو نیستن، اینها خواهان ذلت و خاری. فقط نگاه کن، اروپایی ها میتونن عزت برای زنهای اروپا بدن. امروز زنهای اروپا بی سرنوشت میگردن. در یک مجله خواندم که میگو بیش از 10,000 زن بی باعث در یکی از خیابانهای اروپا شب میخوابه. بیش از 10,000 زن در اروپا به یکی از بازارها و خیابانها خوابیده بی سرنوشت. تا حتی رقاص خونه ها و فاحشه خونه ها اونها را نمیپذیرن، چون اونها با مرضهای گوناگونی دوچار شدن، تبدیل به یک دستپاک شدن. هر کس خلاصه استفاده خور کرده و حالا از همه ناامید شدن. ولی اگر صدایم با چنین زنهایم میرسه که اگر الان خیابانی شدی، الان خلاصه از خانه دور شدی، الان خلاصه از نظر مخلوق افتادی و مریضی، بیا انوز الله تو را میپذیرد. چنگ بزن به دامان الله
و بگو لا اله الا الله محمد رسول الله و از اعماق دل توبه کن. الله تو را هم میپذیرد. رسول الله از غم تو هم گریه کردن. در اروپا اگر بی حجاب شدی و در امریکا بی حجاب شدی و در هر قاره از دنیا بی عزت و بی عفت شدی، رسول الله از غم تو هم گریه کردن. سروران عزیز، هر کدام من و شما، هر زنی که بی حجاب میشه باید گریه کنیم. خواهری که اگر خواننده میشه، خواهری که اگر امروز بالاخره تبدیل به یک آله و ابزار شده به دست بیگانه ها، باید من و تو گریه کنیم، به خانه الله گریه کنیم که ای الله او خواهر ماست، ای الله او را قرآن برای ما خواهر خوانده و اگر مسلمان نیست ای الله او مخلوق تو هست. ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ای الله اگر تو اینها را عذاب کنی، ای الله اینا بندگان تو هستن. ای الله ما مسئولیت داریم که پیام تو و ندای تو را به او خواهری که بی سرنوشت میگرده نرساندیم. ای الله بر ما توفیق بدی که پیام را برسانیم. خدایا پروردگارا، همه زنان کل عالم اسلام، همه زنان انسان و انسانیت را ای الله هدایت بفرما. خدایا پروردگارا، زنهایی که بی حجاب شدن، زنهایی که خواننده شدن، زنهایی که در محضر اجنبی ها میخوانن و میرقصن، ای الله نمیدانن آنها خدایا از بهشت فراموش کردن، رحمت تو را فراموش کردن. ای الله با برکت این بندگان خود، آنهایی که از تو بغیر شدن، ای الله تو با اونها اشتی بکن. خدایا تو با اونها اشتی کن. خدایا پروردگارا دلهایشان را نرم بگردان، دلهایشان را هدایت بفرما. خدایا دستان ما به طرف تو دراز است. خواهری که بی حجاب می شود، خواهری که بی عزت می شود و بی عفت می شود، ای الله پروردگارا تو اونها را با عزت و با عفت و با حجاب بگردان. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا دشمن امروز از این راه وارد شده، مکر داره و حیله داره، ای الله مکر و حیلهشان را به سوی خودشان بر بگردان. خدایا عزت و سرفرازی و سربلندی را نصیب کل خواهران ما بگردان. خدایا پروردگارا فامیل ها و خانواده ما را صالح تر بگردان. خدایا پروردگارا همه جوانان ما را حفظ بفرما، پسر و دختر ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا نفس و شیطان را از وجود همه ما دور بگردان. خدایا چند روزی که در دنیای ما را با ایمان زنده داشته باش، با ایمان بمیران، با ایمان زنده گردان. ای الله پروردگارا، ما را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. خدایا تو شافی الامراضی، ای الله مریضانی که روی بستر افتاده ان، یا الله شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا پروردگارا، اونهایی که اسیری دارن و بندی دارن، ای الله بندیشان را از قید اسارت نجات بدی و او را به آغوش گرم خانواده برسان. خدایا پروردگارا، در این جمع کسی که مشکلی دارد و با تو گفته نمیتواند و تو علیم بذات الصدوری، ای الله مشکلات این جمع و مشکلات کل امت اسلام را آسان بگردان. خدایا تعالی و ترقی و پیشرفت را نصیب این جمع و نصیب همه مسلمان ها بگردان. خدایا پروردگارا، این جمعی که در خانه تو حضور پیدا کردن، یا الله قلم عفو خدایا بر گناهان همه ما بکش. خدایا رحمت خیش را شامل حال این جمع و همه مسلمان ها بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه و نور عرشه و مظهر لطفه سیدنا و حبیبنا مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.